هر وقت خواستید میزان موفقیت خودتون رو ارزیابی کنید، ببینید در ازای آنچه که به دست آوردید چه چیزی رو از دست دادید، در ازای آن میزانی که بالا رفتید پا روی چه چیزهایی گذاشتید. اگر اون مبتنی بر حفظ ارزش‌ها و حفظ اصول اخلاقی تو بود، بدون که موفقیت پایداری رو به دست آوردیم. ما بعضی وقتها موفق میشیم و بعضی وقتها هم یاد میگیریم. ما شکست نمیخوریم. به خاطر بسپاریم بدتر از شکست خوردن شروع نکردن. هزاران بار بدتر از شکست خوردن شروع نکردنه. این یادمون